روز تأسیسیابی مقامات میلیسیای توجیک در زمان تجلیل می‌گردد که کشور ما همچون دولت صاحب استقلال مدت 27 سال باز در عرصه بین المللی ارزی هستی دارد. مقامات میلیسیای توجیک طبق تعیینات خود در این دوره نیز همیشه وظیفه‌های مرکب و مهم دولتی را در سمت تأمین ترتیبات حقوقی و تحکیم قانونیت به سامان رسانیده است. بخشیده به عید کسبی میلیسیای توجیک در شهر ترسونزاده نیز چاله‌بینی تنتنوی با اشتراک نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی و کارمندان میلیسیا برگزار گشت. نمایندگان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر ترسونزاده و معاون رئیس شهر تمام کارمندان شعبه را به عید کسبیشان تهنیت گفته از جمله تاکید داشتند که بعد به دست آمدن استقلال دولتی میلیسیای توجیک همیشه در صف پیش مبارزه با عنصرهای جنایتکار که خلالدار نمودن حیات آسایشته ساکنان مملکت، پایمال نمودن حقوق و آزادی‌های سخن، اینچنین ضعیف گرداندن پایه‌های دولتداری را می‌خواستند قرار گرفته بود. مخصوصاً مسئولیت و شجاعتمندی کارمندان میلیسیا و نتیجه های سودمند فعالیت این مقامات از بسیار جهت به انکشاف و پایداری دولت امروزه تاجیکستان همچون کشور دموکراتیک و حقوق بنیاد و آزاد و یگانه سهم نظر است گذاشته است. ضمن سخنرانی نمایندگان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر ترسونزاده این نقطه تقویت یافته از جمله گفته شد که محض در نتیجه زحمت و تلاش‌های شبانه روزی کارمندان میلیسیا و فعالیت منتظم آنها و دیگر مقامات حفظ حقوق آسودگی و ثبات کشور و تنظیم و امنیت شهروندان تامین گشته پیش راه صادرشوی هزاران جنایت گرفته شد. اشخاص جنایتکار آشکار و دستگیر و به جوابگری جنایتی کشیده شدند. در چاله‌بینی تنتنوی همچنین به یک قطار کارمندان فعال و سابقه‌داران شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر ترسونزاده سپاسنامه رئیس شهر سردار شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر ترسونزاده تقدیم کرده شد. همچنین به عائله‌های کارمندانی که برای حفظ وطن جان باختند کمک مالی رسانده شد. برای همکاری سودمند رهبریت و کارمندان مقامات محلی نیز قدردانی گردیدند. برنامه رنگین آماده نمودن کارمندان شعبه فرهنگ شهر ترسونزاده برای اشتراکگران بسیار جالب و خاطرمند گردید.